آقا سلام خدمت داداشی های آیسی عقاب. بچه ها میگم داشت آیسان جان، من میگم جان که شما منو به آرزوی من رسوندین. من تو رویای خودم 1 میلیون لایک رو فکر نمی کردم بابا. من دیگه تنهایی در اومدم. آیسی عقاب دیگه تنها نیست بچه ها. میگن حالا که امشب داری میری شام و میزانی میخوای عرق خوری کنی به سلامتی داداشی ها بزنی، چه تیپی برای ما تهیه کردی؟ بچه ها اسم تیپ امشب رو گذاشتم داداشی خدا آیسی عقاب. اسم امشب رو برای قدردانی از پروردگار و شما بچه ها داداشی خداست اسم تیم امشب. به زیباتا میشه شاد و شنگول، همه تو کف مات و مفقود. داداش امیدوارم قابل پسند شما. این ساعت دیگه رو نمیذاشتم الان دارم دیگه. امیدوارم قابل پسند شما باشه. تیپ داری که تیپ زینتی برای شما دادم، طلا جواهر ریختم. میاد به من دیگه نمیتونی بگی نمیاد که این تیپ این قد کرد. جان شیرکته پسر قدیر کودتا کردی تکی برای خودت. حاجی جون جان، حاجی مایدار حاجی مایدار حاجی. آخه میدونم این چه کسبازی. مگه اینجا کارتون جمع میکنی میفروشی؟ زایات فروشی یا چی؟ پرن همه. آره کی پرن؟ خالی شما جانم. ابوالفضلی پرن؟ چه قصد؟ ارواح حاجی پرن؟ ها؟ چی پرن؟ پر چی پرن اینا؟ یه سری پرن. چی پرن؟ تو زایات جمع کنی من بلا زایات یا نمکیه. بیا اینجا زوده اینا. بیا اینجا داره. جان تیپ جولز جولی رو نگاه کن، ست کردم با هم شیرکتا. بیا عکس بگیریم. بیا آقا سلامتی. آقا اینو میزنم اول سلامتی شما، بعد سلامتی هاجرش که تو رفاقت کم نداشت ولی کم برداشت که ما ور داریم حاجی. سلامتی. خیلی مشروب کسیسانی. لفظ لاتی رو حال کرد دیگه، تو گوگل پیدا کردم اینو. یه بار گفتم خارکوسه یه بار گفتم اشتباه شد، دوباره گفتم از اول. گفتم سلامتی حاجارش که تو رفاقت کم نذاش ولی کم برداشت که آیسی عقاب هم برداره. جان عکس دیدی خوش فرمون رویز رویز طلا جواهر دیدی که رویز رویز فلان اینا. داداشی شما با داداشی بزن نک باش. داداشی میشه اون ساعت قراضه خونه مادر بزرگی من بذار باشم تو زندگی شما.